به برنامه خبری رادیو زودی خوش آمدید. شعله گلخوجه هستم. تا 15 دقیقه در کنارتان. قبل از تقدیم خبرگزاری شد توجه نمایید به سرخط موضوع برنامه امروز 6 اکتبر. در پی اشغال بینای حکومت از طرف مخالفین در قرقیزستان، مقامات نتیجه های انتخابات روز یکشنبه را لغو کرده مردم را به آرامی خواندند. سیاسی پارتیلردن لیدرلرine من از رهبران حزب‌های سیاسی دعوت میکنم که طرفدارانشان را آرام نموده از شرکت در گرد همایی‌ها خودداری ورزند. در سوغد از دعوت منظم به ارتش صحبت میکنند. حامیان حقوق میگویند وضع بعد برکناری کمیسران حربی بهتر شد. با وزیر مدافع سپارش داده شد که 8 نفر کمیسرهای شهر و نویه از آن جمله کمیسر حربی ولایت سورو از وظیفه‌شان خالی کنند. و جمهوری اسلامی ایران به زنان وزن برداری این کشور اجازه داد رسما در مسابقه های پاورلیفتینگ اشتراک کنند. آزادی عمل به خانم‌ها داده شده و خدا رو شکر خانم‌ها دارن پررنگ‌تر عمل میکنن. بعد آنکه اعتراضگران قرقیز صبح امروز بینای حکومت را اشغال نمودند، کمیسیون مرکزی انتخابات قرقیزستان گفت که نتیجه انتخابات پارلمانی را بیکار میکند، ولی زمان برگزاری انتخابات نو تعیین نشده است. در قرقیزستان روز 4 اکتبر با اشتراک نمایندگان 16 حزب سیاسی انتخابات پارلمانی برگزار گشت. مقامات گفتند تنها 4 حزب کرسی را صاحب شدند. در پی حزب‌های باقی ناراضگی خود را به نتیجه ها اعلان و جانبدارانشان را به تظاهرات دعوت کردند. بر اثر درگیری های شب گذشته در بیشکک 1 نفر جان باخته و 10 نفر به بیمارستان انتقال یافتند. صبح بر وقت روز سه‌شنبه 6 اکتبر اعتراضگران قرقیز بینای حکومت و قرارگاه خدمات امنیتی را اشغال نموده به نوشته رسانه‌های محلی سابق پرزیدنت این کشور المازبek اتنبایف را از محبس آزاد کردند. پرزیدنت قرقیزستان سارانبای جیمبکوف از مخالفینش دعوت کرد که ناآرامی‌های دسته جمعی را متوقف نمایند. رهبر قرقیز تاکید کرد که برای جلوگیری از ریختن خون مردم او به نیروهای امنیتی فرمان داده است آتش نکشایند. صلح و ثبات کشور مهمتر از هر گونه وکالت سیاسی است. من به کمیسیون مرکزی انتخابات پیشنهاد کردم که هر خلافکاری در جریان انتخابات را موشکافانه تفتیش کنند و اگر ضرور بود انتخابات را از اعتبار ساقط کنند. من از رهبران حزب‌های سیاسی دعوت میکنم که طرفدارانشان را آرام نموده از شرکت در گرد همایی‌ها خودداری ورزند. جیمبک فعالیت‌های اعتراضگران را که بینای حکومت، خدمات امنیت و تلویزیون را اشغال کردند، تلاش غصب دولت از طرف بعضی نیروهای سیاسی نامید. صبح سه‌شنبه مکانی بود و باش جیمبکوف معلوم نبود. سخنگوی پرزیدنت قرقیزستان طلقانه استمالیه گفت جیمبکوف در بیشکک است. روز دوشنبه بعد اعلان نتیجه های پیشکی انتخابات پارلمانی که طبق آن 2 حزب جانبدار جیمبکوف پیروزی نظررس به دست آوردند، هزارها نفر در میدان الاتاوی بیشکک جمع شده لغو نتیجه های انتخابات را در میان گذاشتند. به قبل آنها در آوازدهی تقلب و خریدن رای ها جای داشت. شام دوشنبه پلیس اعتراضگران را پراکنده کرد، ولی آنها بعد مدتی به مرکز بیشکک برگشته قرارگاه حکومت و پارلمانت را اشغال کردند. در دیگر شهرها و ولایت‌های قرقیزستان هم گرد همایی‌ها جریان دارند که در آن اکثرا مخالفین حکومت اشتراک می‌کنند. در ولایت اوش باشد طرفداران پرزیدنت قرقیزستان جمع شدند و برادر او اسیلبک جیمبکوف از مردم دعوت کرده است که وحدت و ثبات را حمایت کنند. قرقیزستان با 6.5 میلیون اهالیش از متفقان نزدیک روسیه به شمار می رود. در 15 سال گذشته 2 رهبر این کشور بر اثر آشوب‌ها برکنار شدند. رو می‌رویم به تاجیکستان. هفته گذشته پرزیدنت تاجیکستان هنگام سفرش به نویه رودکی یک کارخانه دوزندگی را به استفاده داد. ولی یک روز بعد از آن وقتی خبرنگاری رادیو زودی به این بنا رفت، نه از دستگاه‌های دوزندگی خبر بود و نه از زن‌های هنرمند. طوری معلوم شد این کارخانه همگی بعد چند ساعت از رفتن پرزیدنت از فعالیت باز مانده است. هرچند در سامانه رئیس جمهور هنوز هم خبر و عکس‌ها از افتتاح کارگاه دوزندگی برای 100 زن و دختر بیشغل در نویه رودکی آویزان است. مومن احمدی از پی تحقیق این موضوع بود و حالا امکان داریم جزئیات را از او بشنویم. مومن سلام، میتونید بگویید که چرا چنین کار اتفاق افتاده است؟
پس از سفر پرزیدنت چند ساکن عادی به ما خبر داد که چنین کارخانه تنها به نام باز شده است. خبرنگار ما برای تحقیق درستی این گپ‌ها به ناحیه رودکی رفت و واقعا دید که در آن کارگاه که یک روز پیش امامعلی رحمان با زنهای خوشحال صحبت میکرد یگان اشیای نیست. چندی از همصحبتان ما گفتند فکر نمی‌کردند که کارگاه همگی یک روز تنها روزی بازدیدی پرزیدنت کار میکند. در داخل این کارخانه دوزندگی امامعلی رحمان را رئیس بخش زنان حکومت رودکی همراهی میکرد. او در صحبت به رادیو آزادی گفت که این کارخانه با دستگیری صاحبکار بنیاد شده است. او گفت که 50 زن اینجا به کار فرا گرفته شده است. رهبری بخش زنان رودکی گفت که زنها خیلی خسته شده بودند و حالا برای استراحت رفتند. با سوالی که چرا ماشین‌ها هم در این کارخانه نیست، او گفت ماشین‌ها از سر عوض می‌شوند. ولی چند زنی که در نوار دیده می‌شدند بر رادیو آزادی گفتند از آنها خواهش اجرای نقش دوزنده را کرده بودند. مومین ببین در گذشته نیز چنین موردهای جای داشت که ضمن سفر پرزیدنت به این اون منطقه کارخانه با تنتنه باز می‌شود ولی بعد چند از آن نام نشانی نمی‌ماند. این چی معنی دارد؟ بله شهلا، معمولا امامعلی رحمان در سفرهای کاریش به شهر و نواحی دهها کارخانه و مرکزهای سودا و مکتب و بیمارخانه ها را باز می کند. در گذشته نیز شکایت ها بود که اکثر آن کارخانه ها پس از رفتن پرزیدنت دیگر کار نمی کنند. سعید بایمرادوف یک ساکن ناحیه رودکی به رادیو آزادی گفت که رهبران شهر و نواحی با چنین کار پرزیدنت را فریب می‌دهند. برخی ساکنان دیگر میگویند با احتمال زیاد پرزیدنت کشور از چنین کارها آگاه نیست ولی به خاطر از طریق تلویزیون نشان دادن آن که همه خوب است کسی را چیزی نمیگوید. امامعلی رحمان پرزیدنت 2 ماه باز به شهر و نواحی کشور سفر کاری داشت. او به ولایت بدخشان، ختلان، سوخت و نواحی تابع مرکز سفر کاری انجام داد. در این سفرها او صدها کارخانه نو را باز کرد. منتقدان میگویند در 20 سال سفرهای اخیر پرزیدنت هزاران کارخانه باز کرده است و اگر واقعا آنها کار میکردند امروز در کشور کسی بیکار نبود. تشکر مومین برای صحبت. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. از 1 اکتبر در تاجیکستان موسم تیرمایی دعوت جوانان به خدمت در ارتش آغاز گردید. بعضی از منطقه‌های کشور در روز اولی دعوت از پورا اجرا شدن نقشه خبر دادند. کارشناسان میگویند افزایش گرفتن پاندمیای کووید 19 و بسته بودن مرزها سفربرکنی جوانها را به ارتش امسال آسان‌تر کرده است ولی باز هم موردهای جلب اجباری نوسکران به ارتش به مشاهده می‌رسد. فرزان محمدی از گسیل اسکران و مراسم نانگزان در سوخت گزارش می‌دهد. در نخستین هفته دعوت تیرماهی نوسکران از ولایت سوخت حدود 1,500 جوانان به صف ارتش پیوستند و بیش از 50% نقشه دعوت را از این منطقه پر کردند. از بین 18 شهر و نواحی سوخت ناحیه شهرستان توانست در این معرکه پیشرو باشد و 100% شمار معین شدگان دعوت شده را بفرستد. طبق عادت چند ساله مقامات سوخت همه اسکران نو دعوت شده را به نمایشگاه بهارانه ناحیه بابایان غفورов جمع آوردند و در حضور هزارها دانشجویان و پیوندان با مراسم نامگزان جوانان دعوتی را گسیل نمودند. ابراهیم نازیموف نیز یکی از داوطلبان خدمت در صف قوه‌های مسلح کشور است و والدینش از ناحیه اسفره به گسیل او آمده بودند. او متخصص زبان انگلیسی است و در آینده نمی‌خواهد در مقامات نظامی کار کند، اما با این وجود خواست به صف ارتش پیوندد. خدمت حربی طرز هر یک شهروند میباشد. من برای من بعد ختم دانشگاه به خود پیش کردم که اختیاراً به خدمت مادر وطن روم. در این روز برای بیش از 1000 نفر نوسکران پس از آموزش کورس‌های کوتاه مدت رانندگی شهادتنامه رانندگی هم تقدیم کرده شد که به قول کارشناسان این یک راه جلب جوانان به صف قوه‌های مسلح است. ولی عده از والدین نواسکران که در این معرکه شرکت داشتند گفتند فرزندشان محض با مسئولیت و راهنمایی آنها به خدمت در ارتش کمر همت بستند. من همگی 5 فرزند دارم، 2 تا دختر 2 تا پسر. من این دویمش رو تیار کردم. من یکمش خدا خواهد امروز
خدمت مادر وطن رو کردیم. مظفر باباجانوف، کارشناس حربی دفتر آزادی‌های شهروندی و رئیس تشکیلات اجتماعی والدین سربازان ولایت سوخت میگوید همه ساله با شروع موسم دعوت ساکنان از جلب مجبوری فرزندانشان نیز به ارتش شکایت میکنند. تنها در موسم بهاری امسال 6 نفر نواسکران با ادعای به قول ابله شدنشان مراجعت کردند. هرچند مقامات نه همه این شکایت ها را قبول دارند و سری وقت رسیدگی به آن میکنند. 2019 برای دعوت تراماهی 8 کمیسرهای حربی شهر نویا در جمهوری در کمیسی دعوت جمهوری با وزیر مدافع سپارش داده شد که 8 نفر کمیسرهای شهر نویا از آن جمله کمیسر حربی ولایت سورو از وظیفه‌شان خالی کنند. بر ضمن این بندشه این سابقه‌دار ساحه حربی هستند سبب‌هایی که باعث ارتش گریزی جوانان سن دعوتی می‌گردند. سست بودن کارهای فهمانده‌دهی در بین والدین و دعوت شونده، عامل‌های کورپسیونی، شکنجه و مناسبت سرد و شرایط بد در قسم‌های حربی و نبود امتیازهای کافی برای سربازان نمونه از آنهاست. ولی وزارت دفاع تاجیکستان پیوسته تاکید میکند که در مقایسه با سالهای پیش شرایط خدمت جوانان در ارتش بهتر شده است و شماره آنهایی که اختیاری به خدمت میروند افزوده است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ولایت سوخت. منبع زنان در ایران میتوانند رسما در مسابقه‌های ورزشی پاور لیفتینگ یا خود وزن برداری اشتراک نمایند. از نگاه بانوان ایرانی که سالهای طولانی با این نوع ورزش مشغولند، به رسمیت شناخته شدن پاور لیفتینگ زنانه دیدگاه‌های مردان را به این مشغولیت جنسی لطیف تغییر خواهد داد. اسکندر خواجه میرزاده با تفصیلات بیشتر. زنان ایرانی برای اولین بار امکان پیدا کردند که رسما در مسابقه‌های پاور لیفتینگ و یا وزنه‌برداری اشتراک کنند. فدراسیون بدنسازی و یا بادی بیلدینگ ایران اظهار نمود که در این کشور دسته رسمی زنان پاورلیفتر تشکیل می شود. تا این زمان زنان در سراسر ایران از حق شرکت در مسابقه های این نوع ورزش محروم بودند. زنان ورزشگر از آن خوشحالند که این محدودیت رفع شد. به نظر من یعنی در این مدت که تو این رشته پاورلیفتینگ بودم یکی از بهترین خبرهایی بود که شنیدم تو این رشته بود و مطمئنم حمایت فدراسیون وقتی باشه خیلی از استعدادهایی که الان تو گوشه کنارها بود و نیومدن از این به بعد میان شکوفا میشن، خیلی بهتر میشه با حمایت فدراسیون برای بانوان پاورلیفتینگ. خیلی این خانم 29 ساله از تهران که 7 سال اینجانب تمرین میکند در چندین مسابقه غیر رسمی پیروز شده است. شوهر خانم فرهانی از تمرین او پشتیبانی می نماید. دختر 5 ساله‌اش هم در خانه و یا در تالار ورزشی همراه با مادر مشق می کند. خانم فرهانی باور دارد که دستاوردهای زنان ایرانی در پیشند. به رسمیت شناخته نشد، دیده نشدیم. مسابقه‌ای که دادیم هیچ کدوم ارزشی نداشت به نظر حالا جامعه یا حالا دید مردم، واقعا به نظرشون هیچ ارزشی نداشت و هر جا هم که صحبت میشد میگفتن بیفایده است، فقط دارید الکی وزنه میزنید. مربی پاورلیفتینگ مینا قربانی که تجربه 17 ساله تعلیم این نوع ورزش را دارد، بر این باور است که اکنون واکنش‌های سرد در نسبت پاورلیفتینگ زنان از بین می رود. چه دهه اخیر پیشرفت چشمگیری داشتیم و در زمینه بانوان بیشتر. یه مقدار خط قرمزها خب به نظر من کمرنگتر شده، آزادی عمل به خانم‌ها داده شده و خدا رو شکر خانم‌ها دارن پررنگتر عمل میکنن. با فکر این مربی اعتراف پاورلیفتینگ امکان می‌دهد که زنان دستاوردهای بیشتر کسب کنند. دوستان عزیز، فرصت برنامه ما اینجا به پایان میرسد. اخبار از این بیشتر را در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید و نوارای روز را در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب ببینید. یادتان نرود فردا صبح بر وقت در نوید بامدادی با خبرهای نو و تازه ما را منتظریم. تا آن دم خود را احتیاط کنید. خدا نگهدار.